سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب دیروز ما به عنوان مقدمه برای ورود به سؤال و احیانا اشکالاتی که پیرامون نظریه ولایت مطلقه فقیه هست مباحثی رو عرض کردیم. دو تا تکمله کوتاه هم عرض بکنیم بعد وارد سوالات و اشکالات بشیم. تکمله اول این است که نکته مهم باید فرق بگذاریم بین سوال درباره یک شبهه و بین شبهه افکنی و ترویج یک شبهه. عنایت فرمودید. تفاوتش این است که شخصی که از نظر فکری سالم باشه میره در رابطه با شبهاتی که شبهه افکنها مطرح کردن در رابطه با اون شبهات سوال میکند تا در صدد پاسخ به این شبهه بر بیاد. بله؟ یا پاسخش را از متخصصان اون فن دریافت کنه. پس سوال از شبهه اشکالی نداره، اما شبهه افکنی یا ترویج یک شبهه ناشی از فکرهای بیمار و مریضه. بله، میان این رو بین جامعه ترویج میکنن، حتی منتظر هم نمیمانن تا جواب شبهه را از جامعه دریافت بکنن. بله، پس شبهه افکنی و ترویج شبهه ممنوع هست، اما سؤال از بفرمایید شبهه اشکالی ندارد. این یک تکمله نسبت به بحث دیروز. نکته دیگر هم که میخوام عرض بکنم، نگاه کسانی که قائلند به مسئله ولایت مطلقه فقیه مثل مرحوم نراقی و مثل مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینها معتقدند به این که همون اختیاراتی که برای نبی مکرم اسلام در امر حکومت از ناحیه شارع مقدس به پیغمبر اعطا شده است، همون اختیارات برای حضرت امیر سلام الله علیه هم بوده است. همون اختیارات برای ائمه بعد از او هم هست. یعنی تفاوتی بین اختیارات پیامبر اکرم در امر حکومت با اختیاراتی که برای حضرت امیر بود تفاوتی ندارد. بعد حضرت امام اشاره می‌فرماید که همون اختیارات پیامبر و امیرالمؤمنین برای ولی فقیه هم بفرمایید هست، مگر مواردی که بفرمایید به خاطر دلیل خاص
استثناء شده باشه که این دیگه مختص به معصوم می باشه. اما اگر دلیل خاصی برای استثناء نداشته باشیم، همون اختیاراتی که برای معصوم هست برای ولی فقیه جامع الشرائط هم هست. پس بنابراین الان ما میخواییم سوالاتی رو مطرح کنیم یا اشکالاتی رو مطرح کنیم به ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه رو در این جایگاه ببینیم، یعنی در امر حکومت همه اون اختیاراتی که شرعاً برای پیامبر اسلام و ائمه معصومین جعل شده، همه اون اختیارات هم از سوی شارع مقدس برای ولی فقیه هم جعل شده است، با همون ادله عقلی و نقلی که سابقا بیان کردیم. این دو تا تکمله خدمتتون عرض کنم نسبت به بحث گذشته. اما بعد از بیان این مقدمه وارد اصل بحث میخوام بشیم. سوالات و احیانا اشکالاتی که در مسئله ولایت مطلقه فقیه وارد شده و پاسخی که قائلین به ولایت مطلقه فقیه از این سوالات و اشکالات داده. ببینید ما سوالات رو از یک جایی شروع بکنیم و به یک جایی هم به پایان برسانیم. یعنی حتی دقت من بر اینه که در طرح سوال هم اون روش منطقی رو ما رعایت بکنیم. یعنی سوالی که باید در رتبه سوم و چهارم باشه روز اول مطرح نشه. ترتیب منطقی در این مسئله هم بخوایم رعایت بشه. اما بخش اول سوالات از سلسله انبیا ما شروع میکنیم. یعنی خواهم عرض بکنم که این سوالاتی که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه مطرح هست، در همین سوالات در رابطه با انبیا هم مطرح بوده است. خب اولین سوالی که میخواییم مطرح بکنیم این است: رابطه بین دین و حکومت دینی چگونه است؟ اینا فهمیدید؟ رابطه بین دین و حکومت دینی. به تعبیر دیگر سوال این میکنیم که آیا حکومت دینی و رهبری سیاسی بخشی از وظایف نبوت هست یا بخشی از وظایف نبوت بفرمایید نیست؟ یه سوال فرعی از دل این سوال اول میخوام در بیاریم. اگر پاسخ مثبت است، پس چرا برخی از انبیای الهی علیهم السلام حکومت نداشتن؟ آیا همین روشه شد؟ آیا رهبری سیاسی، آیا حکومت دینی بخشی از وظایف نبوت هست یا بخشی از وظایف نبوت نیست؟ در علم کلام اگر ملاحظه کنید یک بحث مستوفایی درباره اصل ضرورت نبوت انجام شد که آیا بشریت نیازی به نبوت دارند یا نیازی به نبوت ندارند.
ادله عقلی و نقلی آوردن که جامعه بشری اگر بخوام به سعادت برسن بدون نبوت امکان نداره. چرا؟ چون نبوت حلقه وصل است بین انسان و خدای تبارک و تعالی. پس اصل نبوت جزء ضروریات. باز تو علم کلام ثابت شده ما دو جور نبوت داریم، نبوت عامه و نبوت خاصه. یعنی ما یک سری ادله‌ای داریم. بفرمایید اصل ضرورت نبوت رو اثبات میکنه، یعنی کار به نبی خاصی نداریم. یعنی از نگاه کلان با اصل ضرورت نبوت رو بحث میکنیم. گاهی اوقات بحث میکنیم از نبوت خاصه. مثلا به چه دلیل پیغمبر اکرم پیغمبر است؟ ادله میارن برای اثبات نبوت پیغمبر خاتم، برای نبوت حضرت ابراهیم، برای نبوت موسی و عیسی. اینا میگن نبوت خاصه. این مقدمه. اما پاسخ این سوال، آیا رهبری سیاسی و حکومت دینی بخشی از وظایف نبوت هست یا خیر؟ یه پاسخ اجمالی میخوام بگیم. از نگاه عقل و نقل هیچ نبوتی بدون حکومت نبوده است. آزیشان چی گفتیم؟ ادعای ما این هیچ نبوتی بدون حکومت نبوده است. اما پاسخ کسبولی، با توجه به ادله‌ای که ضرورت نبوت عامه را اثبات می‌کند، هدف از نبوت انبیا علاوه بر تهذیب نفوس تنظیم روابط هم جزء برنامه‌های انبیاست. بله، اون روابط عبارت است رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با جهان خارج از خویش. بله، خب این تنظیم روابط رو کی باید بیان بکنه؟ انبیا. انسان چه رابطی با خود داره، چه رابطه با خدا داره، چه رابطه با افراد پیرامون خودش داره. این جمله رو اضافه بفرمایید. تأسیس نظام حکومتی جامعه دینی بر پایه قانون الهی نمیتواند اون جامعه بدون تأسیس حکومت به حیات دینی خود ادامه دهد. آیه خوب گوش بدید. از جمله رابطه ها چیه؟ رابطه انسان با دیگران جامعه است. درست شده؟ آیا این ارتباط افراد جامعه با همدیگر
بدون وجود یک حکومت، بله، و بدون قوانین حاکم بر این جامعه و حکومت امکان داره این رابطه به درستی برقرار بشه و بعد از برقراری هم این رابطه ادامه پیدا بکنه. بفرمایید. اصلا امکان نداره. درست شد؟ پس اگر انبیا اگر اومدن برای تهذیب نفوس، بله، برای تحقق این امر برنامه دارن. میگه جامعه فردی میتواند به تهذیب نفس برسد که رابطه خود با خود بداند، رابطه خودش با خدا را بدونه، رابطه خودش را با دیگران بداند. بشد برای نیل به این هدف، دقت کردید؟ برای نیل به این هدف میگه اگر در جامعه بخواهد بین چند نفر یک تنظیم رابطه ای ایجاد بشه، این بدون حکومت امکان نداره. این مغز غرضه. شما پیغمبر رو فرستادید، بله، که مردم رو به قله سعادت برسانند. اگر میخواد برسه این مردم باید در جامعه با هم چی داشته باشن؟ ارتباط داشته باشن. که این جامعه مرتبط میتوانن به قله سعادت برسن؟ بله، در صورت که یک تشکیلاتی باید باشه، قوانین حاکم بر این تشکیلات باشد و مردم هم پایبند به این قوانین و تشکیلات باشد. و الا، بله، و الا نمیتوانند به اون هدف برسن. منتهای مراتب اینجا من یک تفسیری میخوام باز بکنم. یه سوال فرعی بود دیگه. گفته اگر سوال پاسخ به سوال مثبته، یعنی حکومت سیاسی بخشی از وظایف انبیاست. چرا برخی از انبیا حکومت نداشتن؟ پاسخ، یه پاسخ اجمالی دادیم، گفتیم هیچ نبوتی به حکومت نبوده است. میخوایم این پاسخ بدیم. ما دو جور حکومت در میان انبیا داشتیم. یک، حکومت مستقل. دو، حکومت ضمنی و وابسته به حکومت مرکزی مستقل. درست شد؟ به قرآن سری بزنید. حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام از جمله انبیایی بود که حکومت تشکیل داد، با مردم ارتباط داشت، قوانین داشت. همزمان تو همان دوره یه پیغمبری بوده است به نام لوط علیه السلام و علیه السلام. جناب لوط در همون حوزه استفاضی خودش حکومت داشت، اما حکومتی که تابع حکومت حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده است. پس بنابراین ما حکومت برای همه انبیا قائل هستیم، منتهای مراتب. گاهی حکومتشون حکومت مستقل بوده، مثل حکومت حضرت رسول حضرت ابراهیم. بعضی ها هم حکومتشون تابع حکومت مرکزی بودن. این آیه یادداشت بفرمایید. سوره آل عمران آیه 146.
من نبی قاتل معه ربیون بفرمایید کسی دو شد، چه بسا انبیایی که افراد کسی با او به جهاد پرداختن. مگه میشه بدون حکومت دست به جهاد بزنه؟ دو شد، این یک جواب. پس به اساس شواهد قرآنی انبیایی که به ظاهر حکومت نداشتن، اما اینجوری نیست که مرتبط با حکومت نبودن، مثل لوط و ابراهیم. ثانیاً عدم ذکر حکومت انبیا علیهم السلام در قرآن دلیل بر نبود حکومت برای اونها آی فیاض بگو نیست. عدم ذکر دلیل بر عدم وجود نیست، یعنی اثبات نمیکنه که پس اینا حکومت بفرمایید نداشتن. سلام باشید بفرمایید. موضوع خیلی خاص شده. بفرمایید چرا خلط شده؟ همون که فرمودید که اگر حکومت نباشه نقض قرارش میکنه، درست استاد؟ بله. پس اگر اون حکومتی که ضمنی و حکومت مستقلی بودن، خب در صورت حکومت ضمنی بودن چجوری اون نقض قرارش رفت میشه؟ ببین این حکومت تابعه دستور رو از کی میگیره؟ از اون حکومت مرکزی میگیره و همون اهدافی که حکومت مرکزی داره این حکومت تابعه هم اونا رو اجرا میکنه. خب در این صورت بگیم مثلا همه حکومت ها، مثلا حکومت انبیا و تمام حکومت انبیا برمیگرده مرکز توحید. ما به مرکز توحید اینا حکومت زمینیه، ما فعلا تکلیف زمینی مشخص بکنیم بعد بکنیم. ما میگیم خدای متعال وقتی میخواد قوانینش در زمین برای بشریت اجرا بشه پیامبر فرستاد و اگر بخوام این انبیا در اون اهدافشون موفق بشن بدون تأسیس حکومت اصلا امکان نداره. در بعضی موارد مثلا انبیا شرایط جامعه رو مد نظر میگیره. جامعه طوری نبوده که مثلا یا حکومت رو تشکیل بده. حالا مسئله دیگه است، من به صورت امروز الان مطرح میکنم. یا چیز دیگه اون فرمود در قرآن ذکر نشده که انبیا حکومت یعنی ذکر نشده حکومت انبیا. بله. شما فرموده که ملازمه هست بین عدم ذکر حکومت با حکومت نداشتن. من نگفتم این بد برداشت کردی. من گفتم عدم ذکر حکومت همه انبیا به عدم ذکر دلیل نمی شود که اونا حکومت نداشتن. الان عرض میکنم شما یه مقدار صبر بکنید و شما وارد میشید. و شاهد علی ذالک شما میفرمایید تعداد انبیا چقدره؟ در قرآن چند تا پیغمبر ذکر شده؟ 25. پس عدم ذکر اسامی انبیا در قرآن دلیل بر این است که ما اون تعداد انبیا نداشتیم. ما وقتی میگیم دلیل داریم اقامه میکنیم، بعضی چیزها لازم نیست که حتما به دلیل نقلی باشه. وقتی شما با برهان و دلیل عقلی اثبات میکنید ضرورت نبوت را، بله، و هدف از نبوت اینه که مردم رابطه برقرار کنن با خدا و رابطه درست برقرار کنن با خلق خدا تا به قله سعادت برسن. این ارتباط جز با تشکیل حکومت امکان نداره. با این دلیل عقلی آدم به دست میاره که ما پیغمبر بفرستیم اما برای او بسته قدرت قائل نباشیم، دیگه که حکومت تشکیل نده. خلاف تاسیس عصر
ما قبلا یک تحسیس اصل کردیم. اصل این که مثلا حکومت یک شخص بر شخص دیگری خلاف اصله. بله ما اون جواب دادیم دیگه، گفتیم اصل. این بعد مطابق هست دیگه استاد. شاید فرمایید که در قرآن ذکر نشده حکومت انبیا، دلیل نمیشه که مثلا انبیا حکومت نداشته. ما الان اجازه بفرمایید ما ضرورت حکومت را میدیم به حکم کیه؟ عقله. یعنی شما همان گونه که به حکم عقل میگویید اصل نبوت چی داره؟ ضرورت داره. به حکم عقل تشکیل حکومت هم برای پیامبر چی داره؟ ضرورت داره. چون میگیم فرستادن پیغمبر بر خدای متعال لازمه، اما از آن طرف تشکیلاتی نداشته باشه بتونی قوانین رو اجرا بکن. خب میشه نقض قرار. پس بنابراین ملازمه هست بین ضرورت نبوت و بین ضرورت حکومت. ای بابا من دارم عرض میکنم الان شما میگید اصل ضرورت نبوت برای چیه؟ اصل نبوت هدایت و معرفت. بارکالله. این هدایت بشریت با قوانین هست یا نیست؟ با قوانین هست، ولی این قوانین در مقام اجرا چجوریه؟ از بکنم شما اگر این قوانین رو میخواد اجرا بکنه، یک بخشی از قوانین اینه که اگر دشمنی بر بلاتی و خدمت هجوم برده، مردم باید از خودش دفاع بکنه یا نباید بکنن. امر به معروف و نهی از منکر باید بکنید. حرفم این که انبیا حکومت داشته باشن ملازمه هست بین اصل نبوت با حکومت. این در مقام اجرا این که شرایط جامعه را باید درک بکنیم. یعنی جامعه آیا لیاقت داره که حکومت تشکیل بدن؟ این الان یه بحثیه. ببینید ما یه وقت میگیم که اجازه ده. نه یه وقت اینه که آیا بین نبوت و حکومت ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ یه رسه میگیم بله نبوت نیاز میکنه. یه وقت میگیم آیا اینا موفق شدن یا موفق نشدن. دقت کردید؟ اون موفق شدن نشدن برمیگرده به شرایط جامعه. ما داریم اصل مسئله رو میگیم اصل مسئله این است که اصلا نبوت هدف از ارسال انبیا علیهم السلام لازمش وجودی چیه؟ حکومته. اما این که آیا همه انبیا موفق به تشکیل حکومت شدن یا نشدن؟ این برمیگرده به شرایط خارجی. چنانکه ائمه معصومین علیهم السلام آیا اینا ولایت داشتن یا نداشتن؟ بله میگه اینا ولایت داشتن، اما آیا این ولایتشون در خارج محقق شد در ضمن حکومت؟ میگه غیر از حضرت علی و غیر از خدمت امام حسن مجتبی تا پای از زمان بقیه ائمه زمینه خارجی وجود نداشت. اما اگر زمینه باشه بله اینا حکومت تشکیل میدادن. من میخوام بگم که بین دین ادیان توحیدی و انبیا و بین حکومت رابطه وجود داره. یعنی اگر بخواد اهداف محقق بشه باید نسبت به تشکیل حکومت جواب مثبت ما بگیم. یعنی به الا اگر پیامبر باشه قوانین باشه اما قابلیت اجرا نباشه، این لفظه غرض می باشه. این سوال اول. بفرمایید. همه انسان‌ها درسته. مثلا برای اینکه اینها این تشکیل رو اومدن بدن، مثلا این نبی یا این ولا ما می‌بینیم یا ولی فقیه در یک منطقه خاص در یک منطقه خاصی تشکیل دارد یا وجود دارد. اگه اینا برای هر کسی از اینها انسان‌ها مگه نیستن اینا سعادت برای سعادت اونها آمدن حکومت تشکیل دارن؟ اونایی که از سیطره اینها خارجن یا در محدود اینها خارجن
ولی سعادت اونها چی میشه؟ این میفرماید شما مقام جعل را با مقام اجرا دارید جا میکنید، ختم میکنید. ما داریم فعلا در مقام جعل بحث میکنیم که آیا بین خدمتتون عرض کنم که وظایف نبوت از جمله وظایف نبوت تشکیل حکومت هست یا نیست؟ ما میگیم بله. بله، از جمله اهداف نبوت چیه؟ تشکیل حکومت دینیه. به الا اگر حکومت دینی بگیم جزء اهداف نبوت نیست، خب اون پیامبر تو اهداف خودش موفق نخواهد شد. این سوال اول و جواب. اما سوال دوم یواش یواش میخوایم ریزتر بشه، سوالات حساستر بشه. پس آقای فیاض، ما میگیم بین حکومت دینی یا بفرمایید حکومت اسلامی و بین اهداف نبوت و اهداف امامت و پایین‌تر و اهداف فقاهت لازمه وجود داره. یعنی شما نمیشه اینا داره، یعنی طرفداران به ولایت فقیهی داره این مسئله میگه از یک طرف شما میایید برای پیغمبر اهدافی برای نبوتش تعریف بکنید، اما از این طرف بگید تشکیل حکومت تقدیر شما نداره. میگه اینا با هم اصلا بخشی از اهداف نبوت و تحقق اهداف نبوت میگن با تشکیل حکومت دینی باشه. این سوال اول. اما سوال دوم یه مقداری دقیق‌تر. آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت دینی امری عقلایی است یا امری است تأسیسی و رهاورد خود دین؟ میگه سلام نما از سوال اول خود تنظر میکنیم که آقا بر اساس اهداف نبوت باید حکومت هم باشه. آیا تأسیس حکومت یک امر درون دینیه، یعنی دین میگه باید حکومت باشه، یا نه سیاست و تأسیس حکومت امر عقلیه؟ دقت فرمودید؟ من اینجا یک مقدمه کوتاه عرض بکنم دوستان رو ببرید تو اصول. اگر یادتون باشه در بحث احکام در اصول میگن احکام بر دو قسمه: احکام تأسیسی و احکام امضایی. دقت فرمودید؟ احکام تأسیسی و احکام امضایی. اگر قبل از شرع مقدس عقلای عالم امری داشتن و شارع هم از اون امر رنگ نکرده بلکه تشویق هم کرده باشه، امر هم کرده باشه، اون امر میشه امر ارشادی و امر میشه امر امضایی. یعنی همونی که در گذشته بین عقلا بود شارع هم اون رو بفهمید امضا کرد. یا میگیم احکام امضایی. اما یک سری احکامی ما داریم که قبلا سابقه نداشت، در دین این مسئله پدیدار شده. بله، اینا میگیم احکام تأسیسی، یعنی جدید. خود دین تأسیسش کرده، بین عقلای مسئله وجود نداشته. دو شد. حالا میخوام بگیم که آیا تشکیل حکومت و ضرورت تشکیل حکومت این به امر کیه؟ عقل. پس اگر شارع تاییدش میکنه میشه امضایی.
یا اینکه نه اصلا شارع بله کارتون مثلا خودش آمده امر کرده به انبیا که بیان حکومت تشکیل بدیم. پاسخ این است که اصل حکومت امری است عقلی که عقل ضرورت آن را درک می کند و عقلا نیز به استناد ضرورت عقل آن رو میپذیرند. بنابراین چیزی که با برهان عقلی تایید شده باشد شارع مقدس هم او را تایید کند حکم شارع امضایی است. خب عنایت کنید آیا اصل وجود حکومت چی ضرورتش رو بیان میکنه؟ ببینید اصلا کار به مذهب نیست. دقت کردید همون که حضرت امیر تو نهج بلا بد للناس من امام بر او لابد این لابد عقلیه، نه اینکه من چون امیر المؤمنین هستم دارم میگم، نه لابد به حکم عقل. ولی این لابدیتی چیه؟ عقلیه. چرا؟ چون عقل هر انسان عاقلی درک میکند که نظم از بی‌نظمی چیه؟ بهتره. اگر بخواهیم مصالح مردم رعایت بشه این به برکت کیه؟ حکومته. اگر میخواد امنیت برقرار بشه به برکت کیه؟ بعد حضرت همونجا ادامه میگه اگر این امیر بر باشه بله همون تقوا و تعهدش هم میگه حکومتی درست باشه، حکومت فاسق هم باشه به خاطر که در رأس حکومت باشه سه کارهایی برای مردم انجام بده. علا ای حال اصل حکومت چی داره؟ ضرورت داره. پس بنابراین این که ما میگیم از جمله اهداف انبیا علیهم السلام تشکیل حکومت است، اصل تأسیس حکومت به ضرورت حکم عقل است و همه عقلای عالم هم به این حکم امکن پاسخ میدن مگر کسی که در عقلش آدم شک بکنه. بله الان از هر کی سوال بکنیم که آیا جامعه با حکومت بهتره یا بدون حکومت، بله به اتفاق همه میگن حکومت بهتر از نبود حکومت. چیزی که ضرورتش رو عقل درک بکنه عقلا هم تایید بکنه. تو اصول چیزی میگفتن شارع که رئیس العقلا هست قطعا این حکم عقل رو تایید میکنه. این هم سوال رو جواب دوم. اما سوال سوم بفرد این کبرای کلی رو ما قبول دارم که مثلا اصل تأسیس حکومت یک امر فقراییه، درسته سر؟ بله این کبرای کلیه. ولی این که این اصل حکومت محدودش چقدر باشه، خب بعضی موقع مثلا عقلا مثلا مذمتش میکنن که چرا مثلا هر چی بگید که مثلا ما قبول نداریم. خب عقلا بعضی موقع قبول نداره که حکومت به نحو خیلی توسعه و غیر محدود باشه.
پس اصل کبرای کلی درسته. ولی ما داریم همین کبرا، ما فعلا به صغرا نرسیدیم. ما الان فعلا خدمتتون عرض کنم که کبرا رو درست بکنیم تا به صغرا برسیم. حکم عقل باشه دیگه تصدیق بردار نیست. نه عقل میگه اصل حکومت چی داره؟ اما شیخانه گوش بده، اصل حکومت رو ما میگیم چیه؟ عقل میگه باشه، اما شرایط این حکومت چی باشه؟ قوانین این حکومت باید چگونه بوده باشد؟ اون رو ما دیگه از چی میگیریم؟ از شرع میگیریم. دقیقا بودی؟ ما داریم به اصل تأسیس حکومت برسیم. آیا حکومت باشه یا نباشه؟ همه میگه باشه. دیگه این که میگیم باشد، این باشد رو کی میگه؟ حاکم بر ضرورت حکومت کیه؟ حاکم بر ضرورت حکومت کیه؟ عقله. اما بعدا بحث میکنیم نحوه این حکومت داری. اینجا استاد ببخشید، این که عقل حکم میکنه که یک حکومت داشته باشه، بخاطر این که اصول حرج و یعنی نظم و غیر نظم در جامعه پیش نیاد دیگه. در این همینه دیگه. نه ما اینا یکی از اجازه اگه حکومت نداشته باشیم بی‌نظمی پیش میاد. این یک قاعده است. عدالت یکی دیگر است، تأمین منافع یک چیزی دیگر است و همه سال دیگر. ما به این داریم در رابطه با ضرورت اصل تشکیل حکومت میگیم. آیا حکومت باید باشد یا؟ پاسخ میگیم باید باشد. بعد میگیم باید حکم کیه؟ باید حکم عدل یا باید حکم شرع؟ ما میگیم باید حکم عقله. چرا؟ به مولای حسینون میگه شما برید دیدن و روش عقلا من البت به زمان اینا خدا رو نگاه بکنید، همه در ضرورت تشکیل حکومت چی دارن؟ اتفاق نظر دارن. اما این حکومت با چگونه باشد، نقش مردم در این حکومت چیه، قوانین این حکومت باید چی باشه، اون بحث دیگره. دقت کردید؟ ما سوال کردیم که آیا اگر نسبت به سوال اول پاسخ مثبت دادیم که بین اهداف نبوت و تشکیل حکومت رابطه وجود دارد، این تشکیل حکومت از ناحیه چه کسی ضرورتش پاسخ داده میشه؟ میگیم ضرورت تشکیل حکومت به حکم عقل میباشد. و این اگر در دین اسلام آیات و روایات که انشاءالله در آینده میخونید، این همه امضایی تأسیسی نیست. دقت فرمودید؟ اما سوال از کردیم اگر در جامعه یه نفر باشد، اما اگه یکی شده دوتا شده سه تا، باید قوانینی بینشون. آقا من از شما سوال میکنم این دین ما چقدر میگه اگر مسافرت میخواید برید تعداد شما چند نفره، یک نفر رو دوباره که انتخاب کنید. چرا؟ چون بی‌نظمی ایجاد. یکی میگه آقا اینجا توقف کنید، یکی میگه نه زوده، یکی میگه الان بخوابید، یکی میگه نه الان باید بنشینید. خب بی‌نظمی ایجاد میشه. میگه در یک سفر 3-4 نفره چند روزه، بله، میگه شما نیاز به چی دارید؟ یک مدیر دارید، شما نیاز به یک رهبر دارید، باید یک قوانینی بین خودتون درست بکنید به تابع این قوانین باشید. حالا بیایم یک کشور رو در نظر بگیرید. اگه میشه یک کشور حکومت نداشته باشه و لابد للناس من امیر بر او، واقعا لب امیر المؤمنین دو تا دست و دو تا پا شاتن با 3400 سال پیش داره ضرورت حکومت رو اعلام میکنه. میگه باید برای مردم حکومتی باشه. حالا بعدا دوستان برن دقت کنن چرا میفهمد من برن او، یعنی در درجه اول در رأس حکومت کی باید باشه؟
اگر نبود فاسق هم باشه. حالا بعدا بحث میکنیم. اگر اصل ضرورت حکومت به حکم عقل است، در رأس حکومت ولی فقیه باشد یا غیر ولی فقیه باشه. دقت فرمودید؟ اینا روایاتی میخونیم، آیاتی میخونیم، یه مقدار دقت داشته باشیم. همینجوری ازت نمیفهمیم بر او فاسق. این اولویته، یعنی اولویت اول این که در رأس حکومت کی باید باشه؟ بر میده باشه. دقت فرمودید؟ اما سوال سوم یه مقداری ظریف‌تر میشه، اما 10 دقیقه دیگه از وقت باقی نمونده. ما میترسیم که حق سوال و حق جواب ادا نشه. از این که انشاءالله دوستان با همین جدیت وارد بحث میشن، ما صمیمانه تقدیم و تشکر میکنیم. از همین الان هم گفتیم اعلام موضع نکنیم که نظر کدومه. دقت فرمودید؟ ما فعلا داریم نظریه ولایت مطلقه فقیه رو بیان میکنیم با همه جوانب بحث. بعد دیدگاه های دیگر رو هم انشاءالله بیان میکنیم. اخذ مبنا ولایین و لکم الخیار. دقت کنید، با توجه به اشرافی که به مباحث پیدا میکنیم خودتون اخذ مبنا میفرمایید. من یک استمزاجی هم بکنم. ما خب شنبه بله یک سوالی داشتم استاد. بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. علیک السلام. شما بگید این امر امضایی هست. بله. در زمانی که حضرت آدم روی زمین بودن. بله. خب اگر چیزی نبود اون زمانی که حضرت آدم و حضرت حوا بودن، آیا این بالاخره این ضرورت احساس میشه؟ 2 نفر بودن. ضرورت احساس میشه. آیا تأسیسی میشه یا باز هم امضاییه؟ بله، اونجا هم باز ما میگیم امضاییه. چرا؟ این احساس وجود قوانین رو، بله، آیا حضرت آدم درک نمی‌کنه؟ حضرت حوا درک نمی‌کنه؟ چرا؟ یه امر عقلایی نگاه نمی‌کنه از کمی تعداد زیاد باشن یا الان شما میگه العدل حسن، این ضرورت عقلیه یا شرعیه؟ خود جواب بدید. اگر 2 نفر باشن تو جهان، این 2 نفر این مسئله رو درک میکنه یا نمیکنه؟ پس بنابراین اصل تشکیل حکومت دقت فرمودید یه امر عقلی میباشد. خب اما اون نکته‌ای که میخواستیم استمزاج بکنیم اینه که ما روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خدمت آقایان هستیم. برخی از دوستان معتقد بودن قبل از تعطیلات که ما هفته 3 روز باشه. بعضیا گفتن همین 2 روز کافیه. ما با توجه به مسئولیتی که داریم، مشغله کاری داریم، اونم درسی به نام درس خارج، الان همین جلسه‌ای که من برای شما اومدم هیچ منتی نیست. شاید 6-7 ساعت برای همین چند دقیقه من مطالعه داشتم. دقت فرمودید؟ اما هیچ استنتاقی نمی‌کنم. ما استمزاج می‌کنیم. اگر اکثریت نظرش این که 3 روز باشه، بنده علی رغم وظایف دیگری که دارم 3 روز رو قبول می‌کنم. اما اگر اکثریت براشون مقدور نیست که 3 جلسه کنن، نظر خودتون رو به جناب آقای منظور منتقل بکنید تا قدر چند ساعت آینده که ایشون هم خدمت از کن بعد از نماز مغرب ایشان نظر شما رو به من منتقل کنه. اگر نظر اکثری بر این بودی که هفته 3 روز باشه، فردا درس برقراره. اما در نظر اکثری بر این بودی که 3 روز مقدور نیست، من تابع اکثریت می باشم انشاءالله. ما چون هفته 2 روز پنجشنبه ها یه درس تفسیر موضوعی داریم. از می شود بنام که جمعه هم که با دوستان جلسه دائمی داریم، بعد از نهار نوبه هم
یه درس داریم بین الصلاتین هم گهگاهی، یعنی کل هفته ما پر الحمدلله. خدا رو از این جهت من شاکرم. ولی اینکه اکثریت داشته باشن یا اقلیت شاید به نظرم ملاک خوبی نباشه. این اکثریت به این معنا مثلا اونکی کم باشه، مثلا اگر دلیلشون خوب باشه. بله ما هم دلیل. الان اکثریت میگه ما محدودیت وقتی داریم به خاطر مشاغلی که داریم. دقیق فهمیدین؟ اگر مثلا این درست باشه بیشتر استفاده میکنن. اما مثلا میشه دیگه فقط درست کنار داشته باشیم بعد یک هفته جدی بشه دیگه این بحث خیلی فاصله میشه. عرض میکنم ما همه جوانب رو باید در نظر بگیریم. حالا اظهار نظر بفرمایید دوستان تا آقای منظور ببینم نظر آقایون رو چه میفرمایند. خب از حسن استماع و توجه همه دوستان من صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی. بله شما از این که آدم مجدی در درس هستین و ما رو تشویق میکنین، من خودم با شما هستم. یعنی من اگر خودم باشم علاقه‌ای که به درس و بحث و مباحثه دارم از این مسئولیتی که دارم بیشتره. یعنی خستگی من زمانی برطرف میشه که 1 ساعت، الان صبح ساعت 9 اومدم سر کار تا ساعت 4، این 4 تا 5 که میام این مباحثه داریم و خستگی چند ساعت قبل من تازه شارژ میشم. دقیقاً میگید من فکر کنم این شارژ بودن من رو توی صحبت کردن منم متوجه بشید. من هر تصمیمی که شما دوستان بگیرید سمعا و طاعتا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.